بیننده عزیز ساعت 6 بگو ببینم چی میخواد بگی. الو جان بفهمی. سلام علیکم آقای عطوفی. سلام قربان، حال شما چطوره؟ تیپ داریم به هم. جان؟ تیپ کت شلوار قشنگ کردن خودتونو. مگه ما قبلش کت شلوار بدترمون بود؟ بله. خیلی ممنون. آقای عطوفی. جانم الو. بگو. من یه سوال داشتم. بفهمی. الو. بله بفهمی. بله من میخواستم بگم که آقای عطوفی وضعیت چجوره؟ همچین میشینی منتظری تلفن اولی تا میدون بالا میزنی که این مسخره بازی از خود در بیاری. وقت زیر دیر خیلی هم ممنون و متشکرم که تو اینقدر وقت داری. به هر حال از این بیننده عزیز متشکر هستیم. عینک هم من بازم میبری اگر بخوام با کامپیوتر ور برم بگی. آقای جانم بفهمی. ما به خودمون قول دادیم که سه‌شنبه‌های خود بیننده ها ملایمتر و خوشروترن، ولی مثل این که از این خبرها نیست. به هر حال وقایع بسیار 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 در دنیا میکنیم از خدا بیخبریم و مسخره بازی در میاریم. بفهم بیننده شما بفهمید. سلام علیکم. سلام قربان. خوب هستین؟ محمد خوبم. آقای عطوفی این مردم سه‌شنبه ها حداقل دست از ما بردارن. معمولش اینجوری بود. حالا فعلا مثل یه چند تا اومدن اینا میرن تا ما شروع کنیم بخوام یه خود راه بیفتیم و کارمون رو انجام بدیم اینها شهرشون رو میکنن میرن. بفهمید دیگه چی میخواید بگید؟ بله من خواستم حرف آقای اولی رو تایید بکنم. خیلی کت شلوار شما قشنگه. ممنونم متشکرم. یه تیپ داریم به هم. دا همیشه تیپمون خوب بود، تازه نیست. نه اتفاقا هفته پیش بیشتر مثل آقای احمد نژاد بودیم ولی این دفعه بهتر شدیم. عجب. ممکنه بفهمید کجای بند شباهت با آقای احمد نژاد داشت؟ سیبیل، گوش، ریش من یا موم یا کت شلوارم یا کراواتم یا چی؟ تک سیبیل. بله خیلی ممنون. شما هم نظرتون رو دادید. باش. عزیزتون که همونطور که قبلا به اطلاع ممنون عزیزم بفرمایید. آقای عطوفی من می‌خواستم بدونم مسابقه کشتی بین شما آقای عطوفی چه ساعتیه؟ من که خودم آقای عطوفی هستم، مسابقه کشتی بین خودم نمیشه. فعلا برنامه کشتی نداره. درود بر شما بفرمایید. آقای عطوفی جانم. پیشنهاد داشتم شما به آقای احمدی نژاد بگین بیاد در این مسابقات تخت نرد شرطی بازی کنم سر ریاست جمهوری ان شاءالله شما ببرید. این میبرم هم ازش اگر بیا که خیلی جالبه. همین الان من ازشون دعوت میکنم. ممنونم عزیزم. بینندگان عزیزی که در ایران صدای من رو میشنون الان ممکنه این وسطای شب باشه اونجا، ولی این برنامه اگر دو مرتبه پخش میشه که خواهد شد و خواهید شنید، میخوام تقاضا بگم بهتون که با آقای احمد نژاد اونایی که میدونم کسایی نگاه میکنن که دسترسی به ایشون دارن، بیا اینجا آقا برنامه هم هست با هم یه دست تخت نردی میزنیم. شما بفرمایید. مسابقه کشتی شما آقای عطوفی. درود بر شما بفرمایید. درود بر شما بفرمایید عزیزم. بفرمایید. حال شما خوبم متشکرم. آقای عطوفی این تظاهرات نیویورک چه روزاییه؟ الان اونجوری مشخص نیست. 14 15 16 و 17 روزهایی است که آقای احمدی نژاد در نیویورک خواهند بود در سازمان ملل و مردم که من توقع دارم که مردم بیان دیگه. الان موقعشه کم کم بگن چه روزی اونجا خواهند رفت که حد اکثر جمعیت در اون یک یا دو روز بیشتر باشه. من 100% سعی میکنم خودم برسونم. من از کپرآباد با شما تماس میگیرم. از کجا؟ از کپرآباد، از فرودگاه بین‌المللی کپرآباد. پروازی که مستقیما کپرآباد. این آقا بذار بره خود قاضی کفرآبادش باشه تا ما ببینیم بعد دیگرمون چی میگه. درود بر شما عزیز. درود بر شما. این دلقک‌های امروز دلقک‌ها زیاد شدن آقای عطوفی. دلقک‌های مزدور. بله بفرمایید. از کلام شما آقای عطوفی واسه اینکه ما بخوایم بریم نیویورک و اینا هممون باید با هم دیگه همت کنیم. هر کسی به دوستان و آشناها خودش بگه. مثلا من میرم به دانشجوها میگم، مثلا فلانی میگه به بیزینس قانی میگه، شما میگه تریاکی‌ها و شیرینی‌ها و هرونی‌ها و معتادا و نامرسما و بیچاره‌ها میگه. خیلی ممنون. محبت کردید. خیلی شعور خودتون هم شما به همه نشون دادید. شما بریم به بیشعورا بگید.